لیلة القدر قرار داده، خیلی با ارزش. ایام‌هایی در زندگی انسان هستن که ارزششون خیلی زیاده. تو میتونی یک شبه راه 1000 شبه بری. پس قدر این ایام‌هایی که برات میگذرن بدون اگر گذشته فوت شده ازت و کوتاهی کردی در این ایام‌های با ارزشی که در عمرت داره میاد، قدر بدون تو جبران افراد میکنی که وقتی رفت دیگه پشیمانی سودی نداره. پس این روزهای بزرگ، ایام بزرگ قرار داده شده تا انسان بتونه جبران بکنه و ثوابهاش و اجرهاش رو بیشتر بکنه و خودش رو جلو بیاندازه و رحمات و برکات الله نصیب خودش بکنه. والفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر، قسم به زوج و داک. حالا تفاسیر زیادی شده از زوج و داک. یکی از اونها ما انسان ها و تمام موجودات زوج هستند. و کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. هر چیزی را خلقت کردیم دو زوج، یعنی تمام موجودات زوجند جز الله عز و جل که تک و تنهاست. پس این تعبیر خیلی بزرگ روی این تفسیر هست که قسم به زوج داک، الله خودش فقط داکه و بس، وحده لا شریک له، یکتاییست که شریکی براش نیست. الا تمام موجودات زوج هستند. تمام موجودات همه نرمادگی دارند و همه زوجین هستند، یعنی میگن شب و روز، آسمان و زمین و هر طریق تمام موجودات زوج هستند، همتایی دارند جز الله عز و جل. و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر، قسم به شب اون هنگامی که حرکت میکند و میرود و در جریان میفتد و پایان میرسد. الله قسم به شب خورده. شب خیلی با ارزشه که داره سپری میشه. قدر این شب را بدونید. شب برای این است که ما تجدید قوا کنیم، برای روزی روشن که فجر در اون دمیده میشه. نه شب برای اینه که ما به غفلت بگذرانیم و روزمون به خواب بزنیم و شب در غفلت، روز در خواب، دیگه چه فایده ای کرد؟ پس شب باید قدرش بدانیم برای استراحت و آخر شب بتوانیم بلند بشیم برای راز و نیاز با الله تا روز روشن و آخرت روشن و عاقبت به خیر روشن داشته باشیم. و نماز صبح در مسجد حاضر باشیم و نماز صبح با اذان بلند بشیم و صبحمون با نماز با شکرگزاری از الله که چنین شبی استراحت و راحتی و دارای عبادت من شما داده تا تجدید قوا کنیم تا روزی روشن داشته باشیم و با یاد او روزمون را آغاز بکنیم. پس قدر شب را باید بدونیم. الله توفیق بده که بتوانیم اول شب زود بخوابیم تا خوب تجدید قوا کنیم. دانشمندان میگن که اول شب خیلی، یعنی خوابش با ارزشه. 1 ساعت جای 3 ساعت اول شب. دیگه آخر شب دیگه وقتی است که تو دیگه وقتی اول شب استراحت کردی دیگه آخر شب بلند میشی، تجدید قوا کردی و با الله راز و نیاز میکنی در دل شب. دیگه با او راز و نیاز میکنی، با او درد دل میکنی و با او هم کلام میشی. در یک جایی دیدم که میگن که مریضهاشون اواخر شب ساعت 2 بیرون میارن بیمارستان، مریضهاشون اواخر شب بیرون میارن و میگوین در این هوای بیرون بشینید تا این هوای روحزا به شما بخوره و سلامتی داره. مریض هاشون در ساعت 2-3 شب بیرون میارن، میگن از این هوای
استفاده کنید که سلامتی داره میباره. چون در کل اونا فهمیدن، تجربه کردن که آخر شب خیلی با ارزشه و در حدیث هم داریم که یک سوم آخر شب الله عزوجل به آسمان دنیا نزول پیدا میکنه و ندا میزند، ندای الله هست. آیا کسی هست طلب مغفرت بکند من او را بیامرزم؟ آیا کسی هست از من چیزی بخواهد من بگویم؟ من و تو امروز احتیاج داریم، کوتاهی داریم، گناه داریم که بلاها بر سر ما داریم و احتیاجات داریم و مشکلات داریم. هرچه خودمون میدویم به جایی نمیرسیم، ضعیف هستیم. پس این آخر شب الله ندا میزند، هم در خواب هستیم دیگه کی میخوام بلند بشیم بیدار بشیم. پس برنامه ریزی باید کرد، تلاش باید کرد، قدر این لحظات رو باید بدونیم و به غفلت نگذرانیم. شب زمستان میگه بهار مؤمن است، روزش کوتاه که تلاش میکنه، شبش بلند که میتونه خوب تجدید دعا کنه و عبادت بکنه و روزی روشن داشته باشه برای عبادت، برای کار، برای تلاش، برای روزه. اینی که خیلی گرانبهاست، ولی قدر به غفلت نگذرانیم این شب‌های بزرگ، این شب‌های طولانی زمستان که روزی تاریک داریم اگر شب تاریک داشتیم. این شب برای تجدید و عبادت، روزی روشن خواهیم داشت. وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر. آیا در آن قسم مهمی نیست برای انسان عاقل؟ الله به این چند چیز قسم خورد. آیا انسان عاقل نباید فکر بکنند در این قسم ها که الله قسم خورد؟ الله که با عظمتش برای ارزش موجودات قسم بهشون میخوره تا من و تو بفهمیم چقدر ارزش داره. اون الله با ارزش قسم به موجوداتش میخوره تا من و تو ارزش و مکانت اون چیزها رو بدونیم و قدردان باشیم و وقتمون، عمرمون را به هر طریق برنامه ریزی کنیم که این لحظات عمر ما سرمایه زندگی ماست برای دنیا و برای آخرت و عاقبت و قبر ما. از الله عزوجل خواهیم که به همه ما توفیق بده تا بتوانیم طوری که او راضی است زندگی کنیم تا خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت نصیب ما بشه و بلاها و مشکلات از ما رفع بشه.